گایز چطوری بچه‌ها؟ فرشاد سایلنت هستم. خوش اومدید به یک ویدیو جدید از خطه پهناور آمریکا، اونم با کی؟ نیما تکیدو. سلام علیکم عشق خودم، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. نیما تکیدو هم خیلی خوش اومده ویدیو فرشاد سایلنت هست. یک ماه بود بهم پیام نمیداد، یک ماه اصلا بهم پیام نمیداد، مثلا ازش خبر نداشتم. بعد یهو مثلا پیام داد نیما ویدیو بگیریم، گفتم بگیریم مثلا اوکیه. گفت فقط من تایمم با پوتکه. بعد من نفهمیدم، فکر کردم میگه مثلا با پوتک ویدیو بگیریم. بعد یهو گفتم یعنی چی؟ بعد فینگلیش تایپ میکنه، من نمیفهمم بعضی وقت فینگلیشو. بعد گفتم what the fuck. آره بعد گفتم یا میشه پلیز توضیح بدی بهم. گفت آره اومدم آمریکا. شنیدم که سم خونت افتاده، شنیدم که این روزها حال و روز خوشی نداری و باید بیای بالا، یکم کم بیای یه ذره بالاتر. کاوری که من الان دارم میبینم مشخصه چه چیزایی قرار نبود تو کونو از اول کار ببینی ولی دیدی، اشکالی نداره. اومدیم با پرویو ترین و سمترین ویدیوهای اکسپلور. نیما جان بفرما نیما جان، هم که منتظرش بودیم. آها من این صحنه رو آها دید زد، بعد یارو با پارتنرش نشسته بود. باریکلا. نمونه اینو من دیدم نوشته بود وقتی پسرها هوای همو اینجوری دارن. قشنگ با پارتنرش نشسته. آفرین. ولی من اگه جای پسر اون پشتی کلایه بودم و تو با یکی سر میز بودی همونو فروخته بودم. گفتم این داشت به چونه اون یارو نگاه. ببین من بهت قول میدم نگاه نخواهم کرد اون لحظه. نگاه نه. آفرین. یه دست برای نیما، برای دروغ نیما یه دست بزنیم. مرسی مرسی. بذار ولی خاک تو سر تو که منو لو میدی. مامان 2006 میشه چند سالش؟ 19. بچه 2020 شه. بابا 2008 میاد مگه اون چرا میاد؟ منظورش فرشادی که خیلی به هم میان. منظورش مگه گفتم مگه به هم میان. صدات نیفتاد، میدونی چی میگم؟ آره آقا سن آقا رو من هرچی نگاه میکنم نمیخوره. 2008 میشه چقدر چند سال؟ ولی خورده. نمیخوره. میشه 17 سالش حاجی. نه والا. بعد بچه 2024 به دنیا اومده، یعنی تو 16 سالگیش تخم سگ. مادر میشه ببینم چند سالش بود مامان. این دنبال مامان میگرده. اوکی باش بیا. تو بچه دوست داری؟ راستشو بخوای از بچه خوشم نمیاد، ولی همه میگن وقتی بچه خودت به دنیا میاد کلا داستانش فرق داره با بقیه بچه‌ها. آره خوب طبیعت. آره. ولی ببین من اصلا همین الان که بغل نگرفتم خیلی دوست دارم. اصلا جدی؟ تو آدم خانواده ای اصلا. اصلا جدی میگم. ببین من بچه میبینم اطرافیانم مثلا با دلت قنج میره، ضعف میکنه. ببین وای اصلا مخصوصا یه ذره هم خوشگل مشکل باشه دیگه. میچنونی چیگه مثلا مامانش اجازه میگیرم آقا میشید ماچش کنم. ببین منم حال میکنم بچه یکی رو ببینم با مزه باشه 2 دقیقه باش بازی کنم، میگم گوگلی مثلا فرنه، ولی اینکه داشته باشی بعد بری کونشو بچوری و 3 صبح بیدار چی گریه کنه. دیگه اونم هست دیگه اونم هست دیگه. بعد بالاخره چیز بکنی دیگه. یعنی فکر اینجا خب یه ذره عجیب، یه ذره الکی حس کنم هماهنگ بود با دخترها. آره حال نداد به نظر من که حال نداد. آخه ببین با کت شلوار بشینی اینقدر صداش جر نمیخوره، میدونی؟ یعنی بعد لک پاره نمیشه. صدا جر خوردن آدمه، میدونی؟ این حجم از جر در یه دونه شلوار ورزشی یکی لگ ورزشی اصلا پاره نمیشه این مدل، اصلا امکان نداره. آره آمین یوهو دیگه، این یه ثانیه یوهو آدم به ذهنش برسه همه چی پیدا شد، میدونی؟ راست میگی یوهو میبینی ولی فعلا سم کدوم باشه؟ سم همون مامان باباه. اوکی بله خدمتتون از شما اخباری بیشتر بازی می‌کنی یا حسینی؟ جان اخباری بیشتر بازی می‌کنه به نظرتون یا حسینی؟ نمیدونم، چون انقدر با کیفیت هستن که
آقا باتریتون تموم شد؟ نه داشتم تقلب نگاه می‌کردم. عذرخواهی می‌کنم. یه لحظه دیدین آقا باتری آدم تموم میشه میمونه تو حالا. ترمیناتورم. خب سرش رفت اون که هیچی نگو باتریتون تموم شد. جالب بود. من نمیدونم متاسفانه. فوتبالی تو فوتبالی آره میشناسی؟ فوتبالی اونجوری تیر نه ولی آره میشناسم آره. من ایول تو نه فوتبالی پدر سوخته نه گیمی نه کامپیوتری چی تو چی اینو میشه من بگی جز یه نوب سگ چی هستی تو وقتی که شب خونه مام بزرگت میمونی و یادت میره لباس بیاری لباس مام بزرگت میپوشی. اشتباهی فکر کنم پستونا مام بزرگتن توش جا مونده. حاجی گناه داشت بچه بود آخه این چه حرفی بود اول خنده هاشو میکنه بعد میگه آخه گناه آره تو آره گناه آقا خنده دار بود دیگه خب چی کار کنم دیگه اصلا ادای چیزا رو درارم خنده دار بود باحال بود دیگه خدایا مامان بالا بکرم منو گذاشت و این دیدم بابا منم اینو اینستا دیدم اگه برنگردم چی کار کنم با این دوتا بچه حاجی واقعا یکی از بهترین دوبله‌هایی که دیدم این بوده با من فکر اختلاف کنم 10 بار اینو دیدم و هر بار اصلا پشمام ریخته. خیلی ببین باحال صدا بوده. یه جوری روش خورده اصلا واقعا خیلی خوب بود دوبلرش عالی باحال واقعا دوبله خفن کرده. بود خیلی خفن بود آره دادا زانتیاشو نداری؟ وای چلوارو خیاطی حمید داداش میندازش باشی لباسشویی یا میبری کار باش پایین چالش نه به وانت براتون سمی گوساله رو میبینید ای وای گوساله رو میبینید تو پرای حاجی گاوه گوساله گاوه نه دیگه گوساله است خیلی گنده تر از بچه گاو بود احساس میکنم. چرا دیگه گاو گنده بود که اصلا راه نداشت تو پراید جاشه خودش اندازه پرایده اگه گاو بالغ بابا، بود اصلا گیریم که اون بچهش فکر کنم اون 500 کیلو ها گوساله 500 کیلو فکر کنم باشه 300 تا 500 کیلو اونی که به دنیا بیاد 150 کیلوه ولی به مثلا دنیا بیاد گوساله تازه متولد شده 30 تا 45 کیلو و 6 ماهه 150 تا 200 کیلو گوساله نر پرواری 12 تا 18 ماهگی 350 تا 500 کیلو چی شد؟ انگار داره این استاد دانشگاه بچه ها بنویسید گوساله 3 ماهه فردا ازتون میپرسم داره نرخ میگه آره داره نرخ گوش میگه برو بریم بعدی ماشین داره جابجا میکنه رومید سیتی کلاب وا این داره فیوزو میزنه فیوز خیابونو خودش گرفتنش نمیم تو ایران حتی اون جایی که دسترسی هم نداری زده خطر ابتلا مثلا خطر برق گرفتگی مرگ آره یعنی خیلی مثلا بغل چهارراه وایسادی یعنی خیلی عادیه که آدم اونجا رد شه ولی نوشته مثلا تکیه ندهید آره همون به علامت نمیدونم قرمز اینجوری مثلث اسکلت اینجوری این خواننده‌ها بودن اونجا برای شما میخوندن خوشحالی می آوردن چرا این کارو با خودتون حاجی منم چرا این قشنگ داشتی گفت خواننده ها رو چرا هم مملکت بیرون کردیم بودن رو داشتن میخوندن و فلان یهو شروع کرد غیره دادن به منم همینجوری هم مثلا راجع به یه موضوع خیلی مهم دارم با خودم صحبت میکنم و برنامه‌ریزی میکنم بعد یهو مثلا یا آهنگ فوق غیری میذارم و همینو میرم تو آشپزخونه آش یخچال نه بابا به قشنگ خوبه به نظر من خوبه به نظر من خیلی هم خوبه بیشتر اطرافیانم دارن اذیت میشن نه مثلا یکی ببینید مثلا میگه این کسخلو نگاه ولی مثلا مواد مهم باشه مثلا یه بحث جدیه مثلا دارم با بچه‌ها مثلا راجع به یه موضوع مهم صحبت میکنم بعد یهو مثلا میسوزه سی پی یو میسوزه میگم آقا یقه بسته برو بریم نه بابا دسترسی ندارم آره یهو همین فلفل مهربون یو اب
اونی که کتک کاری میکرد؟ اوه خواهش کردن آجی. شیر و نودمه دیشی دادیم زادن نامردی از خیلی و نودمه بابا بان تخمانو فاد بابا بان آجی گل. ببین اولا که به خاطر درد کشیدنش گناه داشت، ولی عقیم میکنم به خاطر خودشون، چون نمیدونم یه ضرری داره، یه چیزی هست که حالا اونایی که بیشتر علمشو دارن بیشتر واردن، چه سگی چه گربه حیوان خونگی ها رو اصلا برای این عقیم میکنن که اون یه بیماری هست که اونو نگیرن. آره پشما. ولی اصلا هر دردم گرفت. آره قشنگ 2 تا تخمم بغلش. ولش کن بریم بعدی. بابا ول کن تو. بریم بعدی. مهره به عمر سمار انداختن بیرون که من باز دور رفیقم موامونو بریم کوتاه کنیم. الان انداختنمون بیرون. این بلند بوده یعنی؟ حالا آره بلند بوده. بریم سلمونی. یه هفته صبح رفته میرسید دنبال سلمونی. تا اینجا میاد بابا. حالا من سلمونی حاجی اینجا رو نگاه کن. What the حاجی رفتی یا به یارو گفتی رفتم برین تو کلم یه مدلی یه فیدی چه میدونم. ببین انقدر اعصابم خوبه. من تو مدرسه دعوا کردم با ناظم و مثلا اینا. آقا مثلا بابا ول کن اول مهر جون جدت بی خیال سیک مثلا. اعصابم خورد شده. اول مهر کی گیر میده. بعد ایچی دیگه ما رو انداختن بیرون که کوتاه کنیم. منم دیگه گفتم آقا بزن بره. ادامه چه ببینیم. رفیقم داره اذیتم میکنه. رفیقت ولی موهاش اوکی بود نه؟ چه مدرسه ایه؟ آره اونم الکی گیر دادن دیگه میدونی؟ چه وضعش آقا؟ لعن چی؟ اصلا من اعتراض دارم به این زندگی. قشنگ دوست داشتم. ببین فقط موهات بلند شده هیچ فرقی نکرده بودی. الان موهاتو کوتاه کنی همین شکلی میشی. همین شکلی میشی دوباره. آره پشما. ببین من هر موقع از جلو مدرسه رد میشم یه توف میندازم به شرف مدیر و ناظم اون مدرسه. نه بابا. ببین زجر میدادن دانش آموزا رو، جدی دارم میگم. بعدش بهم بگو تو پی وی بگو کدوم هست که من اومدم ایران منم بیام یه توف بندازم. حالا اوکی. میخوای اصلا همینجا بگم نه آقا ولش کن. حاجی بکن من و تو استوری بذاریم بریزید اونجا. وای خدا. مدرسه رو ببندن. هنوز همون هست یا نه نمیدونم. مدرسه‌ش اونجا هنوز هست یا نه. خیلی اذیتمون کرد مدیر اونجا. یه تروماهایی واسه واسه خیلی از بچه‌ها ساخت اونجا. و آخرام من رفتم ازش شکایت کردم. ببین در این بچه‌ها میدونن. ببین یه جوری دیدم به کریر یارو. مثلا یارو 20 سال بود تو آموزش پرورش یه خال نیفتاده تو کارنامه‌اش. من یه جوری بعد هیچکی نمیره مثلا کسی نرفته و شکایت کنه ازش که آقا این کارو میکنه اینجوری. من رفتم مثلا چیز کردم شکایت کردم. بعد مثلا خودشون هم یه سری چیزا فهمیدن. من منتظر بودم یکی بیاد بگه. بعد یه چی دیگه من رسیدم مدرسه این دوش مدرسه رو میذاش رو سر. اصلا یه داستانی شد. خوبش کردی آشغالو. با خیلی آدم مزخرف یعنی اصلا دلش کاره که بین تو خودمو تک و تنها میبینم هر جا که پا میذارم تو رو اونجا میبینم. اینو برات میفرستم که داشته باشیش. دمت گرم. گرایشت چیه؟ من سیکشوالم عزیزم. یعنی چی هست؟ یعنی هوش آدمو منو ترنان میکنه نه ظاهرش. چه دافی اینجاست. سریع تو 5 ثانیه یادش رفت. آره همین چرا؟ دیدی آره من نمیفهمم این ساپیو سکشوال منم دفعه اول بود. یه سری یه سری اسمایی از خودش نمیدونم. عزیز کافه بلیار جدید باز کردیم. جدا از اینکه تصویر تاره ایس گوشی هم صدا میاد. داخل شما هستیم. حاجی من فکرم دوده. نه لنزش ذره تمیزه برای همون بود. بعد مونو هم بود استریو نبود. تو هم یکی صدا داشتی نه؟ یه گوش. آره من راست آره جالب بود.
لاغ پربام شده وای حاجی دعوا میشه الان حاجی تا آخری ها نزد 90% شانسه. خب 95% یعنی 5% تو فقط باید یادت بمونه چی رفته چی نرفته، یارت چی میخواد مثلا براش بندازی. ببین نه بازی خودش هم ببین به نظرم 50-50 است. اصلا قبول ندارم حاجی. وقتی من تکشا بی سرباز حکم میاد دستم با 2-3 تا ریز دیگه من حک لازم کنم کتن دیگه همه، یعنی دیگه شانس من بوده. ببین خیلی وارد جزئیات شدی، من در این حد دیگه اطلاع ندارم. اگه از حکم اطلاع نداری پس غلط میکنی میگی 5 نمیدونم احساس کردم نه اونی که 50-50 است یا مثلا دیگه نهایت میشه گفت 70-30 بازی پوکره که حتی با دست بازنده هم مثلا میتونی بلوف بزنی و ببری. میدونی نه یه چیزایی حکم یه چیزایی میدونم. نه خداییش خدا رو شکر. بلدی؟ خیلی خوب بلدم. فیمیل تاتو آرتیست. الان یه استوری نیما فردا آقا داره میریم تاتو بزنیم تر پیشنهاد بدید. با یعنی چی اون در بود اومدیم تو هر جا درش شما میری تو داریم چیکار می‌کنیم رو پای میزنیم. آره بفرمایید بفرمایید شام سوئده. کمربند و کندی نکن عصبی شده بچه. خب ببین اومدی مو ریختی تو غذا بغل کاسه مو چسبی. خب بیا برو خانم خانوادگی مامانم اومد. اینا تموم نمیشن. مسابقه کیه الان؟ خواهرم شرکت کرده. درود بر شما. درود بر شما. من چه لاغر بودم آجی پشمو. میگه آقا قدت بلنده تو تصویر جا نمیشی. تغرل تخم سگ. شما جدی فرشاد سایلنت تو بفرمایید شما. خیلی باحال بود ولی ویدیوها رو من خیلی حال کردم. خیلی باحال بودن. نظر تو چیه نیما؟ ببین جدا یا باید بین ویدیو تو انتخاب بکنیم یا ویدیو مادر پدره. نه داداش بین ویدیو من یا ویدیو تو تموم شد. به نظر آقا بچه‌ها تو کامنت ها بگم ویدیو من سمت‌تر بود یا تو. برای همین راحتی. برو بریم بچه‌ها دمتون گرم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم کلی حال کرده باشید کلی لذت برده باشید. یادتون نره که حتما ویدیو رو لایک کنید سابسکرایب چنل یادتون نره زنگوله رو بزنید روی آل بذارید. اینستای من و نیما میاد این بالا حتما فالو کنید. ویدیو داریم تو چنل نیما هم داریم اگه بذاریم حتما ری استوری می‌کنیم همدیگه رو. دوستتون دارم نیما جون. چیکار دارم می‌کنم دورت بگم مرسی که منو آوردی. ببین من داشتم صحبت می‌کردم داشتم اینجا درخت رو واسه بی معنی اصلا دری برید. قربونتون برم مرسی که فرشاد منو دعوت کردی بریم. قربونتون برم بچه‌ها عاشقتونم. تا ویدیوی بعدی همینجوری شاد پر انرژی و خفن بمونی. مواظب خودتون باشید. به زودی با ویدیوی بعدی میبینم تو فعلا پیس.